روزتان بخیر دوستان عزیز. عید سعید قربان بر همه شما مبارک باشد. بر شما تنصیحاتی سلامتی خواهان هستم. امروز پنجشنبه 5 ایون $100 برابر به 989 سومانی و اینچنین 100 یورو برابر به 1126 سومانی. دوستان عزیز، خاطر اهمی عید سعید قربان در ویدیو یک تا لایک مانین و به کانال ما ابونه شوین. رحمت برای دست کردی. خداوند شما راضی باشد. بانک ملی جمهوری تاجیکستان میگوید قرب دلار پایان رفت و در نظر است که کورس روبل بالا می شود و امروز کورس روبل به 125 سوم و 70 درم برابر است. ان شاءالله که ناامید نمی شویم و انتظار بالا رفتن کورس روبل هستیم. سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار